شده تا الان خوابهایی ببینی که بعداً توی زندگی واقعیت هم اتفاق افتاده باشه؟ آیا توی اون رؤیا خودمون اونجایی بودیم که الان در بیداری باهاش روبروییم و یادمون میاد که قبلا خواب همینجا رو دیدیم؟ آیا اینطور نیست که قبلا بدون بدن به همینجا اومدیم؟ اگه قبلا اینجا نیومدیم، پس چرا حالا کاملا حس میکنیم که قبلا خودمون اینجا بودیم؟ پس میشه نتیجه گرفت که ما بدون بدنمون خودمون هستیم و قبل از اینکه بدنمون توی این مکان قرار بگیره خودمون اینجا بودیم ولی بدنمون نبوده. اینا یک نشونه است، نشونه این که ما چه بدن داشته باشیم و چه بدن نداشته باشیم خودمون هستیم و بدنمونم نقشی توی حقیقت ما نداره.